سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که از 26 اکتبر سال 2023 قبول شهروندان پیرامون مسئله گرفتن شهروندی را موقتا باز می‌دارد. در سفارت چنین تصمیم را به آن ربط می‌دهند که از 26 اکتبر قانون نو فدرالی درباره شهروندی روسیه به اجرا درآمد. شهروندان محترم، به دلیل از 26 اکتبر سال جاری به اجرا درآمدن قانون فدرالی از 28 اپریل سال 2023 تحت رقم 138 برای شهروندی فدراسیون روسیه به سبب وارد کردن تغییرات به ترتیب کار بخش کنسولی سفارت روسیه در تاجیکستان قبول شهروندان دایر به مسائل مربوط به شهروندی موقتا بازداشت می شود. گفته شده است در اعلان نشر شده در صحیفه سفارت درباره اینکه قبول شهروندان دایر به این مسئله مهم کی از سر گرفته خواهد شد در اعلان چیزی گفته نشده است. زادگان تاجیکستان در سالهای اخیر در سبقت گرفتن شهروندی روسیه به یک نوع چمپیون در بین خارجیان تبدیل یافتند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه سال 2022 بیش از 173,000 زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه گرفتند. یعنی به حساب میانه هر روز 474 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکش را با شناسنامه روسی عوض کردند. در 3 ماه اول سال جاری به حساب میانه هر روز 499 زاده تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفتند. در عموم از 1006,000 خارجی که از ماه ینور تا مارس سال 2023 شهروند روسیه شدند 44,854 نفرش یا 42% از شماره عمومی آنهایی که شهروند روسیه شدند زادگان تاجیکستان بودند. بر علاوه در سالهای آخر شماره آنهایی نیز در حال افزایش است که در جستجوی زندگی بهتر خود را به کشورهای از روسیه نیز دورتر اروپا و امریکا میزنند. مقامات تاجیکستان هجرت مردم را بر روند جوانشوی ربط میدهند و میگویند در شرایط دنیای معاصر قریب یگان کشور از این روند بیرون نمانده است. اما جامعه شناسان میگویند برای مردم تاجیک محبت به زادگاه در فرهنگ چندین هزار سالش نقش بارز دارد. با اینکه سیل ساکنان تاجیکستان با امید به دست آوردن راحت به یک زندگی بهتر در پیش در سفارت‌ها و اداره‌های موجود کشورهای خارجی نوبت می‌پویند، جامعه شناسان از یک پیامد ناگوار این تمایل فرار مغزها و کاهش قشر باسواد و کاردان اهالی در تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی به خصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران و طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب‌های دیگر گلچین میکند و این باعث می شود که جای آنها را در تاجیکستان به نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر کنند.